یکی از خصوصیات صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین عزیزان این بود که انگامی که اختلاف پیدا می شد بین صحابه، یکی از اصول را خوب دقت بکنید، انگامی که بین صحابه اختلاف در مسائل شرعی پیش می آمد، صحابه، تابعین، حتی تبع تابعین، ائمه تبع تابعین، سنت بر این بود، اصول بر این بود که مسائل اختلافی را فردوه الی الله و الرسول، برگردانید به سوی الله و رسول. این سنت بود، این اصول بود میان صحابه، میان ائمه تابعین و در میان ائمه تبع تابعین. اصول بر این بود اگر میان امت اختلافی پیدا می شد، بین علما اختلافی پیدا می شد، بین حکام اختلافی پیدا می شد، اصول بر این نبود که بگویند که فلان امام چه گفت، فلان عالم چه گفت، فلان بزرگ چه گفت. این اصول میان صحابه نبود، این اصول اصلا اصولی هم نیست. میان صحابه و تابعین و تابع تابعین این بود فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. خیلی ساده و آسان. کتاب دیگری هم نبود اونجا غیر از کتاب و سنت، کتاب دیگری میان صحابه تلاوت نمیشد. میان تابعین و تبع تابعین در مدارس حوزه های علمیه آنها، در مساجد آنها غیر از کتاب و سنت چیزی دیگه تلاوت نمیشد. اختلاف پیش می آمد بین دو عالم، دو صحابه، دو تابعین، دو تبع تابعین، اصول را برای اینا شناخته شده بود. اصول چی بود؟ می آمدن می گفتن که الله چه گفت، رسول الله صلی الله علیه و سلم چه گفت. خیلی ساده و آسان. شناخته شده نشد، ناشناخته شد. اصول دیگری جای اون جایگزین شد. اون این بود که به جای کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفتن فلان عالم چی میگوید، فلان امام چی میگوید، فلان مصنف چی میگوید. این وقتی که افتاد فتنه ها آمدن، اضافه در دین شروع شد، بدعات شروع شد، خرافات شروع شد. به طور نمونه من عرض میکنم خدمت شما یکی از سنت ها که امروز برای شما خدمت شما بیان بکنم این است. میان صحابه یک سنتی که بعد از نماز، یعنی بعد از نماز فرض، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم این است که نوافل یعنی سنن رواتب را، اون سنت هایی که بعد از نماز خوانده می شوند، مثل بعد از نماز ظهر، بعد از نماز مغرب، این سنت ها سنن رواتب این بود که متصل بعد از نماز فرض خواندن در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم خوانده نمی شد. میان سنن رواتب و فرائض فاصله ایجاد می شد. چنان فاصله ایجاد می شد که یا اینکه از اون مکان تغییر مکان بدهد، یا یک سخن در میان رد و بدل بشود، یا اینکه سنت ها را برون در خانه بخوانند. در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم این مسائل عبادی که بعد از فرائض سنن رواتبی که خوانده بشود متصل بعد از نماز نبود، که الان متصل بعد از نماز فرض همون سرجا اونجا میخوانند. نگاه کنید حدیثی که ما در این مورد داریم در صحیح مسلم، در مسند احمد، در مصنف عبدالرزاق و در کتب دیگر با سند صحیح این گونه آمده است. نافع ابن جبیر میگوید که ارسله الی الصائب ابن یزید. نافع ابن جبیر یکی از شاگردان خودش را که عمر ابن عطا ابن ابی الخوار است، میگه من فرستاد نافع ابن جبیر برو از صحابی بزرگوار صائب ابن یزید سوال کن، یسأله عن شیء رآه منه معاویه رضی الله عنه فی الصلاة. معاویه رضی الله تعالی عنه یک مسئله را دیده بود که اونجا اون صحابی خلاف سنت انجام داد، معاویه رضی الله تعالی عنه را نهی کرد، گفت برو سوال کن اون سنت چی بود، اون مسئله چی بود. نافع ابن جبیر شاگردش را می فرستاد برو از این صحابی بزرگوار صاحب سوال کن. فقال
وقتی میرود ازش سوال میکنند میگه اون مسئله چی بود که معاویه رضی الله تعالی عنه بر شما خورده گرفت، انکار کرد، گفت از این بعد این کار نکن. گفت این بود که صلیت معه الجمعه فی المقصوره، من نماز جمعه را با معاویه رضی الله تعالی عنه خواندم در اون اتاق مخصوصی که برای حفظ امرا قسمت محراب یا قسمتی از مسجد در زمان معاویه رضی الله تعالی عنه ساخته بودند که وقتی خارجی ها یا خوارج ترور میکردند شخصیت ها را، صحابه را، تابعین را، تبع تابعین را، معاویه رضی الله تعالی عنه برای خودش یک جای مخصوص در کنار مسجد، یک اتاقی که یه دو نفر بیشتر اونجا کسی جای نداشت. میگه من همراه او همونجا نماز جمعه را خواندم در همین کنار مسجد. فلما سلمت قمت فی مقامی فصلیت، وقتی نماز جمعه تمام شد امام سلام داد من بلند شدم همونجا بعد از نماز جمعه سنن رواتب نماز جمعه را خواندم. فلما دخل ارسل الیه، میگه معاویه رضی الله تعالی عنه وقتی رفت داخل خانه یکی را فرستاد، گفت به صاحب بگو بیاد. فقال لا تعود لما صنعت، چرا بعد از نماز جمعه متصل سنن رواتب نماز جمعه را همونجا سر جا خواندی؟ این کار درست نبود. اذا صلیت الجمعه، نماز جمعه را خواندی، پشت سرش نماز دیگری نخوان، حتی تکلم او تخرج، یا اینکه سخن میان شما رد و بدل بشود اونجا، یا اینکه از اون مکانت خارج بشوی بروی خانه یا یک گوشه از مسجد. بعداً فاصله ایجاد کن میان سنن رواتب و میان اون نماز فرض. خب اینا معاویه رضی الله تعالی عنه از خودش نگفت، ببین گفت فإن نبی الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته امر بذلک، امر کرده ما را به این، صلات بصلات، هیچ نماز را با نماز دیگر وصل نکنید، حتی تتکلم او تخرج، یا اینکه فاصله ایجاد کن به وسیله سخن گفتن، یک سخن دنیایی، یا اینکه بروی از اون مکانت تغییر مکان بدهی. خب این حدیث در صحیح مسلم و در اکثر کتب با صحیح ترین روایت این گونه آمده است. عزیزان من،